عسل. همزمان با ورود خانم‌های کشورمون به ورزشگاه‌ها میریم سراغ یکی از خفن‌تریناشون. عسل خانم‌ها مورد توجه خواننده‌های زیادی بودن و تا حالا مهرشون به دل خیلی افتاده. به قول ابی طعم اسمشون طعم عاشق بودنه. بد اخلاق نیستن اما خیلی هم به کسی رو نمیدن. باید طرف حسابی خودش رو ثابت کنه تا عسل خانم‌ها این گارد دفاعیشون رو کمی شل کنن. اما در کل خیلی با شخصیت و با کلاسن. خدا رو شکر بساط خنده‌شون جوره و راحت میخندن. مطمئنم الانم که دارن حرفای منو گوش میدن دارن میخندن. البته که خنده واقعا خوبه و بر هر درد بی درمانی دواست. آقا هی عده میگن عسل درمانی، منظورشون همین عسل خانمای خودمونه ها. یعنی شما یه عسل تو زندگیتون داشته باشین، از مشکلات دنیوی و اخروی درمانید، تگشون کنید و مهر بی پایانتون رو نصیبشون کنید.